در زمانهای گذشته اکثر مردم بر این باور بودند که زمین مسطح است. برای مثال هندوها معتقد بودند که زمین مسطح است و بر شانه 4 فیل قرار دارد که به نوبه خود بر پشت 4 لاک‌پشت شناور در اقیانوسی بیکران ایستاده‌اند. اما بعد از این همه سال بحث و جدل بین طرفداران دو نظریه، زمین چگونه است؟ تخت یا کروی؟ اما قبل از پاسخ دادن به این پرسش ممنون میشم که با ساب کردن چنل از ما حمایت کنید و اولین نفری باشید که به محض انتشار ویدیو اون رو میبینید. مصریان باستان زمین را خدایی میپنداشتند که به پهلو دراز کشیده است و الهی نات، تجسم خورشید، بر روی آن خمیده است. همچنین اکثر تمدن‌ها معتقد بودند که زمین مرکز جهان است، ولی بطلمیوس ستاره شناس یونانی بیشتر از سایرین برای این اندیشه معروف است. دانته شاعر ایتالیایی در کتاب خود کمدی الهی فرض کروی بودن زمین را پذیرفته است. همچنین ایرانیان باستان عقایدی مبنی بر گرد بودن زمین داشتند که به راحتی میتوان بازتاب آن را در رسومی همچون سال نو هنگام شناور کردن سیبی در آب بر سر سفره 7 سیندی که نشانی از شناور بودن کره زمین در فضا و پویایی آن است. بشر همواره به بالای سر خود مینگریست و به تفکر و تأمل در رابطه با کیهان و اجرام آسمانی میپرداخت. در طول قرنها دانشمندان بسیاری در رابطه با کیهان و اجرام آسمانی واقع در آن نظرات متفاوتی ارائه کردند. همانطور که گفتیم، یکی از معروفترین فیلسوفان و اخترشناسان که در رابطه با کیهان الگویی را پیشنهاد داده بود، بطلمیوس یونانی بود. از نظر او زمین در مرکز گیتی قرار داشت و خورشید و ماه و بقیه سیارات به دورش میچرخیدند. در آن زمان به جای استفاده از کلمه مدار که همان مسیر فرضی سیارات است، از مفهوم فلک استفاده میکردند. فلک یک جسم کروی و نامرئی است مانند شیشه که در مرکز آن زمین قرار گرفته است و سیاره به محیط آن محکم بسته شده است. با چرخش فلک به دور زمین، سیاره نیز به دور زمین گردش می‌کند. در آن زمان 4 سیاره بیشتر کشف نشده بود. او میگفت 8 یا 9 فلک وجود دارد که آخرین آنها فلک الافلاک است که همه ستاره ها روی آن چسبیدند. همچنین او بر این باور بود که خدا و فرشتگان پس از فلک الافلاک زندگی. به این نظریه که بطلمیوس در رابطه با جهان ارائه کرد، مدل زمین مرکزی میگوید. او با مشاهده حرکات ظاهری ماه و خورشید نظریه زمین مرکزی را ارائه کرد که بعدها نیکولاس کوپرنیک نظریه خورشید مرکزی را ارائه کرد. کتاب معروف بطلمیوس برای اثبات نظرات او المجستا نام دارد. او در این کتاب پدیده‌هایی را بررسی می‌کند که بستگی به کرویت زمین دارند. با گذشت زمان و پیشرفت دانشمندان در نجوم و ستاره شناسی، ایرادهای مدل بطلمیوس آشکار گردید. فیثاغورس به اشکالات مدل بطلمیوسی پی برد و اشاره‌ای به نظر خورشید مرکزی در آثار خود کرد. ستاره شناسان دوره اسلامی از زمان ابن هیثم به تناقضات فیزیکی و فلسفی موجود در مدل بطلمیوس پی برده و تلاش‌های بسیاری برای حل آن از خود نشان داده بودند. خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی و مؤید الدین عرضی از جمله کسانی بودند که در رصدخانه مراغه به تهیه و تنظیم مدل‌های جدید غیر بطلمیوسی برای حل این مشکلات پرداختند. این مدل‌ها توسط کسانی مانند ابن شاطر دمشقی در قرن بعدی به اوج خود رسید. اگرچه تمام این مدل‌ها همچنان زمین مرکزی بودند، ولی تناقضات مدل بطلمیوسی را حل می‌نمودند. کوپرنیک نیز با همین انگیزه دست به کار شد تا مدلی غیر بطلمیوسی برای عالم تنظیم کند و امروزه می‌توان رد پای دستاوردهای منجمین مکتب مراغه را در کارهای وی مشاهده کرد. در سال 1543 میلادی نظریه خورشید مرکزی توسط نیکولاس کوپرنیک، ستاره شناس لهستانی آلمانی مطرح کرد. این نظریه انقلاب فکری بزرگی بود، زیرا هم با اصول پذیرفته شده نجوم بطلمیوسی در تعارض بود و هم با نص کتاب مقدس مسیحیان تعارض داشت. کوپرنیک در کتابی به نام ناراتیو پریما نظریه‌های خویش مبنی بر اینکه این خورشید است که در مرکز منظومه شمسی است منتشر کرد. بر اساس این نظریه خورشید مرکز جهان در نظر گرفته شده است و دیگر کرات و سیارات از جمله زمین به شکل ساکن و با سرعت‌های ثابتی به دور آن می‌چرخند. این نظریه دیدگاه بشر را در رابطه با جهان هستی دگرگون کرد. از جمله اشخاص معروف که به دفاع از نظریه کوپرنیک پرداخت، گالیله بود. او اخترشناس، فیزیکدان و مهندس ایتالیایی بود که به دلیل اعتقاد به نظریه خورشید مرکزی توسط کلیسا
در دادگاه تفتیش عقاید محاکمه شد و اگر در لحظات آخر توبه نکرده بود زنده در آتش سوزانده میشد. البته باید به این نکته اشاره کنم گاهی اوقات اولین ها در طول تاریخ به فراموشی سپرده می شوند و آنهایی که توانستند اسم و رسمی برای خود دست پا کنند در یادها می مانند. ابوریحان بیرونی دانشمند ایرانی 600 سال قبل از گالیله میدانست که زمین گرد است و 500 سال قبل از کوپرنیک میدانست که زمین به دور خورشید میچرخد. او همچنین در کتاب التفهیم حالات مختلف قرارگیری ماه نسبت به خورشید را هم ترسیم کرده است. اگر سریال گیم آف ترونز را دیده باشید، در قسمت اول از فصل 7 سریال در سکانسی که سم به کتابخانه ممنوعه می رود چشمش به این کتاب می خورد که شباهت بسیار زیادی به کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی دارد. اگر تا اینجا همراه ما بودید و مطلب رو دوست داشتید لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. از دهه 30 میلادی با پیشرفت بشر در حوزه نجوم و ساخت ماهواره‌ها و تلسکوپ‌ها و ارسال ماهواره‌ها به جو زمین پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه نجوم و ستاره شناسی داشتیم، به طوری که بسیاری از سیاره‌ها و کهکشان‌ها طی چند سال اخیر کشف شدند. تلسکوپ‌های قوی با قدرت زوم بالا این توانایی را به دانشمندان دادند که بتوانند فواصل بسیار زیاد کیهان را رصد کنند و به کاوش کیهان بپردازند. سازمان‌های فضایی نیز در اکثر کشورهای جهان اول هر سال بودجه‌های کلانی را صرف تحقیقات فضایی می‌کنند. اینک دانشمندان حوزه نجوم به راحتی می‌توانند نظرات خود را بیان کنند بدون آنکه در دادگاه تفتیش عقاید حاضر شوند و با ترس از اعدام توسط آتش مجبور به توبه شوند. اینک طبق توافق اکثر دانشمندان ما در مرکز جهان نیستیم، بلکه در گوشه‌ای دور افتاده از کهکشانی به اسم کهکشان راه شیری هستیم. محل قرارگیری ما در این کهکشان منظومه شمسی نام دارد. این منظومه در بازوی شکارچی قرار دارد و 2600 سال نوری از مرکز کهکشان فاصله دارد. این کهکشان 100 سال نوری قطر دارد. تعداد ستارگان این کهکشان بین 100 تا 400 میلیارد تخمین زده می شود. تعداد سیاره‌های موجود در این کهکشان نیز تقریبا به همین اندازه تخمین زده می شود و طبق محاسبات انجام شده دست کم 17 میلیارد سیاره فراخورشیدی شبیه به زمین در این کهکشان وجود دارد. همانطور که اشاره کردیم ما در گوشه‌ای دور افتاده از کهکشان راه شیری به اسم منظومه خورشیدی یا شمسی زندگی می‌کنیم. این منظومه دارای 8 سیاره به نام‌های عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون است. 5 سیاره کوچولو نیز در این منظومه به نام‌های سرس، پلوتون، هاومیا، ماکی و اریس وجود دارد. 4 سیاره نخست سیاره‌های درونی یا زمینسان هستند و بیشتر از سنگ ساخته شده. 4 سیاره دیگر سیاره‌های بیرونی نام دارند و بیشتر از گازهای هیدروژن و هلیوم ساخته شده‌اند. اورانوس و نپتون نیز غول‌های یخی هستند. افزون بر اینها این منظومه در برگیرنده اجرامی دیگر از جمله ماه‌ها، سیارک‌ها، شهابواره‌ها، شهاب‌ها، شهاب سنگ‌ها و دنباله‌دارهاست. منظومه خورشیدی همچنین دارای مناطق خاصی از جمله کمربند سیارک‌ها، کمربند کوپرنیک و دیسک پراکنده است. عمر این منظومه 4.6 میلیارد سال تخمین زده میشه. به طور خلاصه به گردش این سیاره‌ها به دور خورشید منظومه شمسی میگوید. طبق این سیستم سیاره‌ها به دور خورشید میچرخند. به گردش سیارات به دور خورشید حرکت انتقالی و به گردش سیارات به دور محور خود حرکت وضعی میگوید. حرکت وضعی باعث پیدایش شبانه روز می شود و دلیل اختلاف ساعت در زمین همین است. حرکت انتقالی باعث پیدایش فصل‌ها و پیدایش سال شمسی می شود. تا به اینجا نظرات دانشمندان مختلف در سده‌های گذشته و نظر دانشمندان امروزی در رابطه با کیهان و سیاره زمین و جایگاه آن در هستی صحبت شد. اینک سوال بسیار مهمی مطرح می شود. آیا تمام دانشمندان نجوم امروزه دارای نظر یکسانی در رابطه با هستی و کیهان هستند؟ اکثریت غریب به اتفاق دانشمندان امروزی با توصیفاتی که در رابطه با منظومه شمسی دادیم موافق هستند. طبق یافته‌های آنها علاوه بر اینکه ما عضو کوچکی از کهکشان راه شیری هستیم، کهکشان ما نیز عضو کوچکی از بیشمار کهکشان موجود در کیهان است. نزدیکترین کهکشان به کهکشان ما
کهکشان آندرومدا نام دارد که 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. تعداد کهکشان ها آنقدر زیاد است که به هیچ عنوان قابل شمارش نیست. بحث در رابطه با عظمت هستی، فواصل بسیار زیاد کهکشان ها از یکدیگر، مقیاس و بزرگی ستاره ها و سیاره ها، پدیده های همچون سیاهچاله ها، ابرنواخترها، ماده تاریک و دیگر شگفتی های کیهان موضوع اصلی ما نیستند که حتما در قسمت های بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد. اگر در خصوص مطلب ارائه شده دیدگاهی دارید حتما با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید. اینک بار دیگر سوالی که دقایقی قبل مطرح کردیم را دوباره از شما می‌پرسیم: آیا تمام دانشمندان امروزی با کیهانی که طبق معیارهای امروزی تعریف کردیم موافق هستند؟ آیا تمام دانشمندان امروزی نظر یکسانی در رابطه با زمین و جایگاه آن در هستی دارند؟ همانطور که گفتیم اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان با توضیحاتی که در رابطه با منظومه شمسی و کیهان دادیم موافق هستند، اما گروهی از دانشمندان و اندیشمندان و فلاسفه با این نظرات مخالفند و تعریفی دیگر از سیاره زمین و شکل آن و جایگاه آن در هستی دارند. تعداد آنها در مقایسه با اکثریت جامعه علمی زیاد نیست، اما طی چند سال گذشته جمعیت قابل توجهی را طرفدار خود کرده‌اند و در سرتاسر دنیا گروه‌هایی برای حمایت از آنها شکل گرفته است و فراوان هستند چهره‌های مشهوری که عقاید این جمعیت اقلیت را در رابطه با کیهان و زمین پذیرفته‌اند که در ادامه از آنها یاد خواهیم کرد. این گروه اقلیتی که البته همانطور که گفتیم طی سالهای گذشته طرفداران زیادی پیدا کرده است، به زمین تخت گرایان معروف هستند. زمین تخت گراها همواره برای اثبات نظریه خود مبنی بر تخت بودن زمین تلاش‌های بسیاری انجام دادند و دلایل خود را به گوش همگان رساندند. در مقابل معتقدین به کروی بودن زمین نیز دلایل خود را دارند و با استناد به همین دلایل عقاید زمین تخت گراها را همواره رد کردند. در ابتدا دلایل دانشمندانی که به کروی بودن زمین اعتقاد دارند بیان می‌کنیم و پس از آن دلایل زمین تختگراها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید. تعداد افرادی که خارج از جو زمین و از فضای محاط بر این سیاره توانستند بر آن اشراف داشته باشند بسیار اندک است، اما افرادی که توانستند از روی زمین سایر سیارات را مشاهده کنند تعداد قابل توجهی هستند. در تمامی مشاهدات سیاره‌های دیگر کلیه اجرام آسمانی گرد و مدور توصیف شده‌اند. پس میتوان نتیجه گرفت که زمین هم به عنوان یکی از همین سیارات گرد است. شاید شما با خود بیاندیشید که در تمامی قوانین کلی حاکم بر یک مجموعه فرض وجود استثناء امری محتمل است، یعنی شاید همه سیاره‌ها گرد باشند اما زمین به عنوان یک استثناء مسطح باشد. پس به دلایل محکم‌تر بر گرد بودن زمین نیاز است. اولین دلیل در اثبات کروی بودن زمین عکس‌هایی است که موشک‌ها، اقمار مصنوعی، ماهواره‌ها و سفینه‌های فضایی به زمین مخابره کردند. در تمامی این عکس‌ها شکل کره زمین به مانند یک حجم هندسی تقریباً بیضی شکل دیده شده است. هر سیالی در صورتی که از بالا به پایین سقوط کند یا در وضعیت شناور قرار گیرد تمایل به کروی شدن پیدا می‌کند. زمین در ابتدای پیدایش حالتی مذاب داشته است و در فضا به شکلی شناور قرار داشت. از این رو تمایل به کروی شدن داشت. بعد از سرد شدن و سخت شدن مواد مذاب این حالت کروی بودن را حفظ کرده است. دلیل دیگر پدیده طلوع و غروب خورشید است. اگر زمین مسطح بود باید در یک دوره زمانی کل زمین روز و در بازی زمانی بعدی کل زمین در تاریکی فرو می‌رفت. هنگامی که پدیده خسوف رخ می‌دهد و زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد، سایه زمین بر روی کره ما تصویری کروی و مدور ایجاد می‌کند. با تغییر افق دید ناظر تعداد ستارگانی که در معرض رؤیت او قرار می‌گیرند تغییر می‌کند. توجیه این مسئله فقط در صورتی امکان پذیر است که ناظر روی یک سطح نامسطح و کروی قرار گرفته باشد. این بار که به ساحل یک بندرگاه رفتید به افق خیره شوید و تصویر یک کشتی را که به سمت شما میآید به دقت ارزیابی کنید. جالب است گویی کشتی از زیر آب بالا میآید. به تدریج قسمت‌هایی از کشتی نمایان می‌شود و بخش‌هایی از آن قابل رؤیت نیست. این پدیده زمانی می‌تواند به وقوع بپیوندد که زمین کروی باشد، وگرنه اگر مسطح بود باید سایه‌های یکسان ایجاد می‌کرد. پس سطح مورد آزمایش کروی است. در یک فلات مسطح بایستید و به افق خیره شوید تا دورترین شیء ممکن را ببینید. برای این کار می توانید از یک دوربین دو چشمی استفاده کنید. حال به بالای یک درخت بروید
و دوباره با دوربین به افق روبرو خیره شوید. قطعا در می‌آیید که این بار با افزایش ارتفاع نقاط دورتری را مشاهده خواهید کرد. این پدیده فقط با کروی بودن سطح زمین قابل توجیه و توضیح است. دلیل دیگر وجود نیروی گرانش و ثقل است که با اندازه‌گیری آن در نقاط مختلف زمین و پیدا کردن مرکزیت آن به راحتی میتوان اثبات کرد که زمین یک کره است، نه یک شیء مسطح. دلایل دیگری نیز برای اثبات کروی بودن زمین وجود دارد که با فرمول‌های ریاضی خاص قابل اثبات است و بحث بسیار تخصصی است. ما به همین دلایل اکتفا می‌کنیم. ویدیو امروز هم به پایان رسید. اگر از ویدیو لذت بردید، حتما کانال رو ساب کنید و با زدن زنگوله به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. و اگر به مطالب مشابه علاقه دارید، به 2 ویدیو که در انتها برای شما آماده کردیم سری بزنید. سپاس از همراهی.